قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. دوستان عزیز، برادران بزرگوار و نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنان که قبلا وعده داده بودیم، امروز خواستیم در ارتباط به مداومت و مواظبت بر انجام کارهای نیک و اعمال پسندیده مطالب و عرائض خدمت شما سروران و گرامیان تقدیم کنیم. دوستان عزیز، برادران بزرگوار، الحمدلله همه ما و شما آگاهی داریم و میدانیم که از زمانی که انسان بالغ شد تحت تکلیف شرعی قرار میگیرد. از لحظه که انسان بالغ شد همه اوامر شرعی و همه نواهی به او ارتباط میگیرد. مکلف می شود کارهای را بکند و همچنین از انجام بعض کارهای زشت و ناپسندیده بازداشته می شود و منع می شود. و دوران تکلیف یک دوران است که تا پایان عمر انسان، تا آخرین لحظه زندگی انسان ادامه دارد. دوران تکلیف اختصاص به یک ماه، اختصاص به یک سال، اختصاص به یک دوره از عمر انسان ندارد. انسان مکلف است تا زنده باشد، مگر اینکه در شرایط قرار بگیرد که برای او انجام فریضه دینی ناممکن باشد. همان اندازه مریض باشد که اصلا فکر او و هوش او نباشد و بیهوش باشد و نماز خواندن نتواند، یا به حد مریض و ناتوان باشد که با اشاره سر هم نتواند نماز بخواند. در آن صورت مکلف نیست. ما و شما در همین روزهای نزدیک یکی از بزرگترین نعمتها را که نعمت ماه مبارک رمضان باشد از دست دادیم و چه خوب است همچنان که پیامبر بزرگوار اسلام لحظه‌ای که فرزند ایشان حضرت ابراهیم رحلت کرده بود فرمودند و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ما به خاطر جدایی از تو ای ابراهیم غمگین و پریشان هستیم. ما هم بگوییم و انا بفراقک یا رمضان لمحزونون، ای رمضان ما به خاطر جدا شدن از تو، دور شدن از تو، محروم شدن از فضائل و برکات و مزیت‌های تو خیلی غمگین و پریشان هستیم، زیرا واقعا نتوانستیم حق تو را ادا کنیم، نتوانستیم وظایف و مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های خود را در این ماه مبارک به خوبی انجام بدیم. رمضان که تمام شد
مجددا تمام شیاطین سرکش هم باز می شوند و شروع می کنند به فتنه انگیزی و به فساد پخش کردن. می بینیم که متاسفانه مساجد ما هم کم رونق یا بی رونق می شود و آمار نمازگزاران مجددا پایین می آید. اما خوشا به حال انسان‌هایی که ربانی هستند، نه رمضانی و نه شعبانی و نه مربوط به آن ماه و به این ماه. به بشر حافی گفته می شود که آیا فضیلت ماه رجب بیشتر است یا فضیلت ماه مبارک شعبان؟ می فرماید کن ربانیا ولا تکن شعبانیا ولا رمضانیا. تو خدا پرست باش، رمضان پرست و شعبان پرست و رجب پرست نباش. وقتی تو بنده خدا هستی همیشه بنده خدا باش و بدان که بسیاری از اعمال هست، از اعمال زشت و کارهای بد هست که موقتی حرام نشده، برای همیشه حرام شده. از خوردن و نوشیدن انسان با غروب آفتاب افطار می کند، اما از دروغ گفتن، از غیبت کردن، از حرام خوردن و از این قبیل اعمال زشت و ناپسندیده دیگر با غروب آفتاب نمیتواند افطار کند، زیرا این اعمال که حرام بود حرام هست و حرام خواهد بود. دوستان عزیز، در مجموع ما و شما میتوانیم انسانها را و مسلمانها را که در جامعه اسلامی زندگی می کنند به سه گروه و به سه جماعت و به سه کتله تقسیم کنیم که گروه اول بهترین این گروه ها می باشند و گروه دوم یک حالت درمیانی را دارند، نه خیلی بدند و نه هم خیلی خوب. اما گروه سوم انسان‌هایی هستند که فقط نام مسلمان با آنها هست، چیز دیگری از اسلام ندانستند و چیز دیگری از اسلام با خود ندارند. اولین گروه که بهترین این سه گروهند و در جوامع اسلامی وجود دارند و زندگی می کنند، هرچند تعداد این افراد واقعا کم است، انگشت شمار است. اینها کسانی هستند که پیش از ماه مبارک رمضان هم به تمام معنا از دین اسلام و از اوامر پیروی می کردند، ملتزم بودند، متعهد بودند، پایبند بودند به همه مسائل دینی، اوامر را به خوبی انجام می دادند و از تمام آنچه قرآن و حدیث آنان را منع کرده بود خودداری و پرهیز می کردند. انسانهای با تقوا، انسانهای خدا ترس، انسانهای خدا پرست. رمضان که آمد قوت و نیرو و انرژی آنها را چند برابر کرد. حرکت آنها به سوی الله جل جلاله سریعتر شد، سرعت آنها بیشتر شد و بالاترین استفاده ها را از ماه مبارک رمضان کردند و بدون شک که با گذشت ماه مبارک رمضان خیلی وضعیتشان بهتر شد و به الله جل جلاله نزدیکتر شدند و همچنان که وعده داده شده بود رحمت الهی، مغفرت الهی و آزادی از آتش جهنم نصیب آنها شد و آنها بعد از رمضان هم همان گونه که قبل از رمضان بندگان متدین، خدا ترس و خدا پرست بودند، در ماه مبارک رمضان حالتشان بهتر شد و بر عبادت و خداپرستیشان افزوده شد. بعد از رمضان هم بندگان متدین هستند، مساجد را ترک نمی کنند، راست گفتن وظیفه آنهاست، از گناهانی که زبان مرتکب می شود پرهیز می کنند و خیرخواه جامعه و خیرخواه هم نوعان و انسانهای دیگر هستند و همه خوبی ها و صفات نیک در آنها وجود دارد. البته بدون شک که می توانیم گفت این افراد زیاد نیستند،
نمی توانیم بگوییم اکثریت جامعه را تشکیل می دهند. نمی توانیم بگوییم نصف مسلمان ها در همین حالت قرار دارند. متاسفانه این تعداد انسان ها که دارای همچو خوبی ها و صفات نیک باشند خیلی کمند. اما دومین گروه که اکثریت ما مسلمان ها از همین گروه دوم هستیم، آنانند که پیش از رمضان چند درصد التزام و تعهد به دین داشتند. همین که ماه مبارک رمضان آمد به خود آمدند، به مساجد رجوع کردند، به نمازهای جماعت که قبلا غفلت و کسالت داشتند اشتراک نمودند، سعی کردند 5 وقت نماز را با جماعت ادا کنند، روزه رمضان را از ابتدا تا انتهای ماه به خوبی گرفتند و سعی کردند در ماه مبارک رمضان دعا هم بکنند، ذکر هم داشته باشند، قرآن هم تلاوت کنند. یک شور و شوقی در وجود آنها در ماه مبارک رمضان احساس شد. اما با ختم ماه مبارک رمضان حالتشان تغییر کرد، دوباره به همان وضعیت قبل از ماه مبارک رمضان برگشتند. و به همین گروه باید بگوییم که اگر شما رمضان پرست بودید رمضان گذشت و اگر خدا پرست هستید خدا هست. او تمام ماه‌ها را زمان و وقت عبادت معرفی کرده. در هر روز و در هر شب در هر ماه که انسان خدا را عبادت کند خدا عبادت او را قبول می کند. عبادت انسانی که با اخلاص انجام بگیرد در هیچ ماه رد نمی شود. اما این افراد در جامعه اسلامی زیادند که ما و شما حتی در مساجد خود هم احساس می کنیم. وقتی ماه مبارک رمضان شروع می شود خیلی از انسانهایی که قبلا نماز نمی خواندند به نماز خواندن روی می آورند، با جماعت نماز را ادا می کنند. در نمازهایی که 1 ساعت 2 ساعت وقت را می گیرد که نمازهای طولانی تراویح باشد هم حضور دارند و با التزام و تعهد و پایبندی در ماه مبارک رمضان عبادت می کنند و از شریعت و از اسلام پیروی می کنند. اما با تأسف همین که رمضان تمام شد وضعیت آنها دیگرگون می شود، به همان حالت بد و نادرست و نامناسبی که قبل از ماه مبارک رمضان داشتن برمی گردند. مانند همان مریضی که دکتر و طبیبش به او گفته که تو باید 2 سال پی در پی به صورت جاری و دوامدار دوا بخوری. اگر خواسته باشی از این درد نجات پیدا کنی باید با توصیه هایی که به تو میکنم، با رعایت آنچه به تو میگویم، با پرهیز هایی که میکنی 2 سال پی در پی دوا بخوری. اما این مریض برای 1 ماه دوا میخورد و همین دوای 1 ماه تأثیر خوبی هم بر او میگذارد. همین که 1 ماه گذشت میگوید اصلا ضرورت به دوا ندارم، دواها را آن طرف میاندازد. 1 ماه 2 ماه بعد پس به همان وضعیت 2 ماه پیش که مریض بود برمیگردد. ما هم که در واقع مریض هستیم و قرآن و حدیث نسخه های شفا هست برای ما که الله جل جلاله نازل کرده و به ما دستور داده است تا از این نسخه های شفا بخش دین و شریعت استفاده کنیم. اگر ما از این داروها از این دواها برای 1 ماه استفاده کنیم تأثیر خود را میگذارد، اما نه تأثیر کامل. و همین که دوباره این نسخه ها را این دواها را کنار گذاشتیم به همان حالتی که قبلا داشتیم برمیگردیم. اگر قلب ما زنگ زده بود دوباره زنگ میگیرد. اگر چشم ما به حرام عادت کرده بود به حرام دیدن دوباره باز به طرف حرام می رود.
اگر گوش ما قبلا به حرام شنیدن عادت داشت، باز هم بعد از رمضان میبینیم به همان عادتهای قبلی خود برمیگردیم و این نوع دارو خوردن و استفاده کردن از دوا نمیتواند علاج مؤثر برای انسان باشد و ریشه را و میکروب همان درد را از وجود انسان دور بگرداند. اما سومین گروه که باز هم خدا را شکر میگوییم که این گروه هم زیاد نیستند در جامعه ما، که اگر اکثریت همین گروه می بودن همه بدبخت بودیم. کسانی هستند که نه قبل از رمضان نام از رمضان در دل آنها بود و هیچ اثری از دین و اسلام در خانه و در محیط زندگیشان دیده نمیشد. در رمضان هم هیچ توجهی نکردند و بعد از رمضان هم حالشان بدتر از رمضان و قبل از رمضان است. اینها کسانی هستند که فقط از اسلام همان نام اسلام را با خود دارند، فقط در تذکره تابعیت آنها نوشته شده است دین اسلام و شاید گاه اوقات اگر بشود نعوذ بالله ایرادهای هم بگیرند، اعتراضهای هم نعوذ بالله بر خدا و پیامبر بکنند و اگر مجبور بشوند بگویند ما مسلمانیم. نه قبل از رمضان قدم در راه اسلام برداشته و گذاشته، نه در ماه مبارک رمضان حداقل از همین فضای عبادت و فضای بندگی برای خود بهره برده، بلکه شاید بیشتر در ماه مبارک رمضان به طرف خلافکاری، به طرف گناه، به طرف معصیت رفته و بعد از رمضان هم حال او بدتر است. و اینها کسانی هستند که هیچ چاره دیگر جز توبه برای آنها نیست، فقط باید توبه کنند و آنان را به توبه نصوح دعوت می کنیم. باید از گذشته های خود که کاملا سیاه و تاریک است پشیمان شوند و عزم کنند، تعهد بسپارند که دوباره با آن حالت بر نمی گردند و جبران و تلافی گذشته را بکنند. الحمدلله این قسم انسان ها در جامعه ما اگر هستند هم فیصدی کمی هستند، اکثریت نیستند. اکثریت کسانی هستند که از جماعت دوم یا از گروه دومند که قبل از رمضان هم مشکلات خود را دارند. در جریان ماه مبارک رمضان میبینیم تا حد انشاءالله حال و وضعشان خوب می شود، توبه هم می کنند، از خدا طلب و آمرزش هم می کنند، دعا هم می کنند، قرآن هم تلاوت می کنند، کارهای خوبی در جریان رمضان انجام می دهند. اما متاسفانه بعد از رمضان باز وضعیتشان دیگرگون می شود. اما خدا کند که انشاءالله از گروه اولی تعداد زیاد باشد و ما و شما سعی کنیم جزو همان گروه باشیم که همه ماها برای ما یکسان باشد. تأثیری که رمضان بر ما میگذارد این است که حرکت ما را سریعتر می کند. در ماه رمضان با قدرت بیشتر به سوی خداپرستی حرکت می کنیم و کارهای بهتر و بزرگتر انجام بدیم. همچنان که در مورد پیامبر گرامی اسلام آمده که وقت رمضان می آمد سخاوت پیامبر بزرگوار اسلام بیشتر می شد و کارهای خیری که انجام میدادند در ماه مبارک رمضان خیلی بیشتر بود از کارهای خیری که قبل از رمضان انجام داده بودند. و حتی در حدیث این جمله هم آمده که سرعت حرکت پیامبر گرامی اسلام در راه خیر و در راه عبادت الله بیشتر از بادی بود که میوزید، از سرعت باد هم سرعت آنها بیشتر بود. از همین حدیث هم دانسته می شود که پیامبر گرامی اسلام قبل از رمضان هم کارشان خیر بود، کارشان دعوت بود و کارشان پخش و نشر و گسترش خوبی ها بود. بعد از رمضان هم همین وظیفه و مشغله ایشان بود، اما در ماه مبارک رمضان بیشتر این کارها را انجام می دادند. بنابراین بنده خود را مورد خطاب قرار می دهم و سپس برادران خود را و می گویم که ای انسانی که دوباره به سوی گناه ها و معصیت ها برگشتی و آمدی، بدان و آگاه باش همان ذات
و همان پروردگاری که تو را در ماه مبارک رمضان به عبادت امر کرده بود، بدان که در همه ماه‌های سال تو را به عبادت امر کرده و تو مأمور عبادت از طرف او هستی. ای انسان، ای کسی که در ماه مبارک رمضان از سیئات و بدیها دست برداشته بودی و گناه ها را یک بارگی ترک کرده بودی، چگونه به سوی گناه دوباره برمیگردی؟ چرا برمیگردی؟ در حالی که الله جل جلاله تو را از گناه ها پاک کرده است. آیا تو خودت دوباره خود را آلوده میکنی؟ در حالی که الله جل جلاله از نامه اعمال تو که سیاه بود آثار سیاهی و گناه را دور کرده و همه را برداشته و قلب تو را پاک کرده، چگونه باز تو به میل خود و با عشق دوباره به طرف گناه و معصیت میایی؟ آیا پروردگاری که تو را از آتش جهنم رهایی بخشید و گردن تو را آزاد کرد و تو را از آتش جهنم آزاد گردانید، این بجا است که دوباره باز خودت به سوی جهنم بیایی؟ خدا تو را از جهنم بیرون کرده، چرا تو دوباره به سوی جهنم می آیی؟ پروردگار متعال و مهربان نامه اعمال تو را از گناه ها پاک گردانید، سفید ساخت از گناه. تو باز با اعمال زشت دوباره می خواهی که نامه اعمال خود را سیاه کنی با گناه و معصیت؟ و ای انسانی که در ماه مبارک رمضان عادت به ادای نماز کرده بودی و سعی می کردی نماز را با جماعت ادا کنی که این نشانه ایمان است و همین نماز است که مسلمان را از غیر مسلمان تمیز می دهد و جدا می کند، چگونه می خواهی با ترک نماز خود را در صف منافقین قرار بدی که ترک نماز نشانه نفاق است؟ حضرت عبدالله ابن مسعود می گوید در عهد پیامبر گرامی اسلام منافقینی که تقریبا علنی نبود، گمنامتر بودن، هم سعی می کردن به مسجد بیاین و نماز را با جماعت بخوانند. تنها همان عده از منافقین که نفاقشان خیلی مشهور بود، هر کس آنها را به نام منافق می شناخت، در مسجد دیده نمی شدند و از جماعت تخلف می کردند. پس وقتی که خدای پاک تو را در صف مؤمنان قرار داد در این ماه مبارک رمضان، چگونه باز تو دوباره با آن صف می روی و این نشانه بزرگ ایمان را از خود دور می کنی؟ و بدان و آگاه باش تو که واقعا زحمت کشیدی در جریان یک ماه زبان خود را از گناه کردن، از غیبت، از دروغ، از سخنچینی، از حرفهای ناسزا حفظ کردی و نگه داشتی، چگونه باز دوباره این مسیر را ترک میکنی و مسیر بد را اختیار میکنی؟ دوستان عزیز، حضرت حسن بصری میفرماید خداوند ماه مبارک رمضان را یک میدان مسابقه قرار داد برای بندگان خود. گروهی از انسانها در این میدان مسابقه سبقت گرفتند و از همه جلو شدند و به مقام و منزلت کامیابی و سعادت دائمی رسیدند، کامیاب شدند. اما گروه دیگری این ماه مبارک رمضان و این میدان مسابقه را اهمیت ندادند، عقب ماندند و برای همیشه خاسر و خائب شدند. گرچه ماه مبارک رمضان گذشت اما ماه عبادت تمام نشد. دوران مکلفیت و مأموریت ما و شما به جای خود هست و باید به وظایف انسانی و ایمانی خود عمل کنیم. حضرت حسن بصری می فرمود ای قوم المداومه فإن الله لم یجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت. ای مردم، ای مسلمان ها، ای مؤمنان راستین، دوام بدهید، این راه را ادامه بدهید و کارهای خیری را که شروع کردید ادامه بدهید، زیرا خداوند برای عمل مؤمن زمانی را تعیین نکرده است مگر مرگ. با مردن
عمل انسان پایان می‌یابد و نباید چیز دیگر پایان بخش اعمال نیک انسان باشد غیر از مرگش. نباید آمدن ماه شوال، نباید آمدن ماه ذی‌حجه، ذی‌قعده، فلان فلان مانع حرکت انسان بشود. فقط چیزی که میتواند انسان را از عمل نیک باز بدارد همان مرگ باشد، نه چیز دیگر. شما ببینیم پیامبر بزرگوار اسلام با آن منزلت و مقام و جایگاهی که نزد الله جل جلاله داشتند، هر کار نیکی را که شروع میکردند ترک نمیکردند و با التزام و تعهد کامل او کار نیک را انجام میدادند. حضرت عایشه صدیقه میفرماید پیامبر گرامی اسلام که شبها 12 رکعت نماز میخواندند، نماز تهجد و نماز آخر شب، اگر در شب به خواب میماندند یا عذر مانع همان 12 رکعت نمازشان میشد، فردای همان شب در روز او 12 رکعت نماز را میخواندند و خودشان فرمودند که ان الی الله ادومها و ان قل، پسندیده ترین اعمال، محبوب ترین عملها در نزد الله با دوام ترین اعمال است. هر عملی که دوام او بیشتر باشد او نزد خدا بهتر و پسندیده تر است، هر چند او عمل کم هم باشد. ای که هر صبح تو 2 رکعت نماز نفل، نماز اشراق بخوانی و هر روز این کار را انجام بدهی، خیلی برای تو بهتر از این است که یک روز 10 رکعت 12 رکعت بخوانی، باز تا یک هفته همه را فراموش کنی و هیچ نخوانی. حضرات صحابه هم همین حالت را داشتند. حضرت علی روایت می کند، متن حدیث هم پیش ما هست، به خاطر که وقت گذشته فقط امان محتوای حدیث را برای شما توضیح میدم. میگه که یک بار غلام ها و کنیزه های و اسیران آورده شده بودند. حضرت فاطمه رفت نزد پیامبر بزرگوار اسلام تا کنیزی از ایشان برای خود بخواهد، خدمتگاره، در حالی که حضرت فاطمه در زندگی واقعا با مشقت‌های زیاد مواجه بود. دست او آبله شده بود. در او زمانی وسایل امروزی نبود که آردر انسان از دکان بخره و بیاره آماده شده و تهیه شده، یا ببره با آسیاب‌های برقی و آبی ای گندم را آرد کنه و برای نان آماده بشه. معمولا زنها در داخل خانه با همان آسیاب‌های دستی یا دستازها به دست خود گندم را نرم می‌کردند یا جو را نرم می‌کردند و نان آماده می‌کردند. دستای این بانوی بزرگ، محبوب ترین دختران رسول خدا که از همه بیشتر فاطمه را دوست داشتند، دستای او کلاً زخم شده بود، آبله شده بود و از فاصله های دور آب به خانه می آورد، آب آشامیدنی، چون در مدینه منوره آب خیلی کم بود، مخصوصاً آب شیرین در مدینه خیلی کم بود که حتی شانه او زخم برداشته بود. مشکیزه های پر از آب می آورد. به او خبر رسید که تعداد زیاد غلام و کنیز اسیران آورده شدند و پیامبر گرامی اسلام بین اصحاب تقسیم می کنند. حضرت فاطمه رفت به خانه پدر خود حضرت پیامبر بزرگوار اسلام، اتفاقاً که تشریف نداشتند، مشکل خود را به حضرت عایشه صدیقه گفت. بعد از این که پیامبر گرامی اسلام آمدن، حضرت عایشه جریان را بر رسول بزرگوار اسلام گفت. حضرت علی می فرماید همان شب پیامبر گرامی اسلام به خانه ما آمدند و ما در حال استراحت بودیم که حتی نگذاشتند به جای خود بنشینیم، همینطور در وسط تشریف آوردند و نشستند که میفرماید سردی پای مبارک به بدن من رسید. بعداً گفتند که ای فاطمه تو چرا آمدی، چی میخواستی؟ حضرت فاطمه گفت یک کنیزه. فرمودند من شما را راهنمایی میکنم به عملی که اگر آن عمل را انجام بدهید از کنیز و غلام برای شما بهتر است. فرمودند وقتی میخواهید بخوابید، پیش از خواب و استراحت 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله و 34 بار الله اکبر بگویید. در حالی که غلام و کنیز زیاد است اما نمیخواهند به فامیل خود امتیاز بدند و میگویند هنوز ما نتوانستیم به هر یک از باشندگان و ساکنان صفه به فقرای مهاجرین غلام و کنیز بدیم، به تو داده نمیتوانیم. این کار را شما بکنیم برای شما خیلی خوب است.
که این تسبیح ها به نام تسبیح های فاطمیه یاد می شود. حالا ببینیم، راوی روایت می گوید که از حضرت علی کرم الله وجهه شنیدم که گفت از همان شبی که پیامبر گرامی اسلام به ما توصیه کردند که پیش از استراحت همین اذکار و اوراد را بخوانید، تا حالا که زنده هستم هیچ شب ترک نکردم. این را میگویند دوام دادن به کار خیر، پایبندی به یک عمل نیکی که انسان او را یک بار شروع کرده. راوی میگوید من به حضرت علی گفتم ولا لیلة صفین، آیا در شب صفین هم تو همی ذکرها و همی تسبیح ها را خواندی؟ همون شبم فراموش نکردی که در زندگی حضرت علی رضی الله عنه سختترین شب و دشوارترین شب شبی بود که جنگ متاسفانه در اون شب بین مسلمان ها شروع شد و تعداد زیاد از حضرات صحابه در آن شب شهید شدند. جنگی که متاسفانه بین حضرت علی و حضرت امیر معاویه رضی الله عنهما رخ داد و روی داد. راوی میگوید من از حضرت علی پرسیدم که تو میگویی از آن شب به بعد تا حالا من این دعا را و این تسبیح ها را ترک نکردم، آیا در شب صفین، شب سرنوشت ساز، شبی که واقعا برای هر کس نماز خواندن و ذکر خیلی مشکل بود، چون جنگ شدید بود، چون حمله ها خیلی خطرناک بود، حضرت علی گفت شب صفین هم من این ذکر ترک نکردم. این را میگویند التزام و تعهد و پایبندی. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید پیامبر گرامی اسلام هر وقت خواب میدیدند و یا کسی خواب میدید خواب او را تعبیر میکردند. من خیلی آرزو کردم کاش من هم یک بار خواب ببینم. عبدالله ابن عمر از بزرگان است، خسربوری پیامبر بزرگوار اسلام، برادر حضرت حفصه پسر حضرت عمر، و از کسایی است که خیلی به سنت ها پابند است، هیچ سنتی را تحت هیچ شرایط ترک نمیکرد تا زنده بود. میگوید شب خواب دیدم 2 نفر مرا بردند به طرف جهنم که خیلی جای پر از آتش بود، انبار آتشین بود. به من ترس پیدا شد. مرد دیگری از او طرف آمد به من گفت که لم تره نترس و مرا به جای دیگر برد. از خواب که بیدار شدم، خواب خود را به خواهر خود حضرت حفصه، یکی از ازواج مطهرات، یاد آوری کردم و حضرت حفصه خواب مرا به پیامبر گرامی اسلام بیان کرده بود. پیامبر گرامی اسلام فرمودند که نعم الرجل عبدالله لو کان یصلی من اللیل، عبدالله مرد خوب است کاش شبانه نماز میخواند. و راوی میگوید از همان زمان به بعد دیگر حضرت عبدالله ابن عمر تا آخر عمر یک شب هم تهجد را ترک نکرد، چون پیامبر گرامی اسلام آرزو کرده بودند و او را دستور داده بودند. یکی از شخصیت هایی که نام مبارک او در تاریخ با خط طلا نوشته شده به نام سلطان محمد فاتح از سلاطین عثمانی، یکی از خلیفه ها، که او فاتح قسطنطنیه است، استانبول امروز یا ترکیه امروز، که در آن زمان تقریبا مرکز مسیحی ها شده بود و در جنگ های صلیبی که در مقابل مسلمان ها صورت می گرفت، واقعا سلطان محمد فاتح از شخصیت هایی بود که همان پرچم بزرگ پیروزی را بر شانه خود گذاشته بود و خیلی از افتخاراتی که در او شرایط نصیب مسلمان ها شد با درایت و با تیزهوشی و با فرماندهی درست همین شخصیت بزرگ شد. زمانی که قسطنطنیه فتح شد که سرنوشت ساز بود برای مسلمان ها و تقریبا کشورهای اسلامی با فتح شدن قسطنطنیه از لوث مسیحیان از خدا بی خبر از ظالم و مستبد پاک شد و مجاهدین و لشکریان سلطان محمد فاتح همه با افتخار وارد سرزمین قسطنطنیه شدند، همه پیشنهاد دادند به پادشاه، گفتند نظر ما ای است که 2 رکعت نماز شکرانه بخوانیم، 2 رکعت نماز شکرانه بخوانیم به امامت یکی از امامها که شما تعیین میکنید. سلطان محمد فاتح گفت، بشنویم نام ای از
این حرف است که یک پادشاه میگوید، پادشاه مؤمن، متعهد، متدین، خداترس و خداپرست. فرمود که خیلی خوب، اما نظر من این است که شخصیت امامت این نماز را بدهد که از زمانی که عاقل و هوشیار شده و از زمانی که بالغ شده هیچگاه نماز صبح او از جماعت ترک نشده باشد. از زمانی که پا به سن بلوغ گذاشته تا امروز همیشه نماز صبح را با جماعت خوانده باشه و هیچگاه جماعت صبح او ترک نشده باشد. گفتن خیلی خوب است. شروع کردن به پیدا کردن همچو فرده. از وزیرا پرسیدن، کسی پیدا نشد. از فرمانده های بزرگ پرسیدن، کسی پیدا نشد. در میان علما کسی را پیدا کنند، در میان مشایخ تلاش کردن، کسی را پیدا کردن نتوانستند. یک شبانه روز تفتیش و جستجو کردند، اما نتوانستند، چون کار آسانی نیست که انسان بعد از این که بالغ شده باشد تا آن زمان که 50-60 ساله است هیچگاه جماعت صبح او ترک نشده باشد و نماز را تنها نخوانده باشد. بناهن فردا که شد، سلطان محمد فاتح خودش جلو مسلمان ها ایستاده شد و به ایشان امامت 2 رکعت نماز شکرانه را داد. همین پادشاه بزرگ. و بعد از این که این 2 رکعت نماز را امامت داد گفت که چاره ندارم. گفت لما اخبرتکم فقد احببت ان ابقی هذا سرا بینی و بین خالقی. گفت که اگر ترس از این نمی بود که نماز برپا نمی شود، چون این شرط را ما گذاشته بودم، منظور خودم نبود، من نمی خواستم خود را مطرح بکنم، من به این فکر بودم که بین مسلمان ها همچو افراد زیاد هستند. بنابراین اگر ترس من از این نمی بود که نماز برپا نمی شود چون شرط یافته نشده، در روزی که خدا به مسلمان ها عزت داده و دشمن را نابود کرده، من هرگز شما را خبر نمی دادم که من کسی هستم که از روزی که بالغ شدم تا حالا جماعت صبح هم فوت نشده. بعداً گفت من میخواستم این راز را بین خود و بین الله جل جلاله نگه دارم، اما چاره ندیدم و این جمله را گفت والله ما فاتتنی صلاة الفجر فی جماعت منذ ان عقلت. قسم به ذات خدا از زمانی که عاقل و بالغ شدم نماز جماعت من تا امروز هیچ فوت نشده، نماز جماعت صبح من. ببینیم واقعا ایرا میگن التزام به دین و تعهد و تداوم و خستگی ناپذیری که وقتی یک عمل نیک را این بزرگ مردان شروع می کردند اصلا او عمل را ترک نمی کردند و سعی می کردند برای همیشه این کار را بکنند. اگر در همین مورد، در مورد مداومت بر اعمال نیک و ارزش و فضیلت او هرچی هم که صحبت کنیم باز هم مطالب زیادی هست، دلائل زیادی از قرآن و حدیث در این مورد ما داریم. حضرت عمر فاروق در تفسیر آیه مبارکه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا در ارتباط به استقامت همین جمله کوتاه و آموزنده و پرمحتوا را به ما و شما میگوید، میفرماید الاستقامه ان تستقیم علی الامر والنهی ولا تروق روغان الثعالب. استقامت این است که تو به اوامر و به نواهی توجه داشته باشی، اوامر را به خوبی انجام بدی و نواهی را ترک کنی و بر راست و چپ مانند روباها منحرف نشوی و نگردی، راه مستقیم را و راه راست را که خدا به تو نشان داده. پیامبر گرامی اسلام که فرمودند سوره هود مرا پیر کرد، دلیل پیری همین بود که از ایشان خواسته شده بود در راهی که اختیار کردن استقامت داشته باشند. بنابراین انشاءالله در ادامه همین بحث در هفته آینده هم مطالب خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. دعا میکنیم خداوند با ما توفیق عنایت بفرماید تا این که بدانیم از این بیشتر هم فضیلت مداومت و مواظبت بر اعمال نیک را و همچنین بدانیم که چه امتیازها و چه خوبی‌های خدای پاک برای کسانی که
محافظت میکنند بر اعمال نیک عنایت کرده و ما از چه راههایی میتوانیم به این هدف خود را برسانیم. ای بار الها ما را توفیق بده که وقتی کار نیکی را شروع میکنیم این کار نیک را ادامه بدیم و در وسط راه عقب نمانیم و از راه و از رفتار و از حرکت خود باز نایستیم. ای بار الها ما را توفیق بده که آنچه را در ماه مبارک رمضان به دست آوردیم از او پاسداری کنیم. پروردگارا همان تقوا، همان خوف، همان خشیت و همان ارزش‌های را که در ماه مبارک رمضان به دست آوردیم و تو برای ما عنایت کردی، برای ما محافظت بفرما. پروردگارا ما را از رفتن به راهی که رمضان ما را زیر سوال ببرد و یا آن ارزش‌های رمضانی را دوباره از ما بگیرد و ما را به سوی بدی ببرد محافظت فرما و ما را نگه دار. ای بار الها ما را توفیق بده که همیشه بنده تو باشیم و در هر جا تو را حاضر و ناظر بدانیم و هر چی بخواهیم از تو بخواهیم و اعتماد ما و توکل ما بر تو باشد. سبحانك اللهم و بحمدك لا اله الا انت استغفرك و اتوب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.